سلام دوستای عزیز، سارا هستم. شما را خوش آمدید میگم به این ویدیو. امیدوار هستم هر جای که هستین جور و خوب و صحت و سلامت باشین. موضوع ویدیو امروز در مورد چند آهنگی است که در راگ بهلوی جور شده. البته ما در ویدیوهای گذشته دیدیم که یعنی راگ بهلوی ما معرفی کردیم، نوتایش شناختیم، سکیلش بلد شدیم و همچنان یادآوری کردیم که در افغانستان راگ بهلوی بسیار زیاد رواج است و بهترین آهنگا در راگ ساخته شده به لسانهای مختلف ملی خود افغانستان. البته مقصدم است و ما گفتم که حداقل 80% آهنگای افغانی که خوشم آمده و من خودم او را زیاد میشنوم در راگ بهلوی جور شده. یعنی راگ بهلوی یکی از شناخته ترین راگ هایی است که در داخل افغانستان مروج است و مخصوصا ما میتونم بگویم مخصوصا که تقریبا تمام آهنگای محلی که ما شنیدیم در راگ جور شده، محلی افغانی دیگه در راگ جور شده و ما از اون خاطر بسیار فوکوس میکنم بالای از این راگ و یک مدت طولانی را میخوایم سر از این راگ کار کنم، چون با گوش ما افغانا بسیار زیاد ای آشنا است و بسیار آهنگازی جور شده و هر کس بسیار خاطرهای خوب از آهنگا داره و از اون خاطر چون اینا خاطره دارن و میخواین که امی آهنگا را زیادتر بخونن و یاد بگیرن، ما از اون خاطر بالای امی راگ زیادتر فوکوس میکنم و زیادتر میخواییم که یعنی وقت خود بگذرانیم و سر از امی راگ کار کنیم. امروز ما چند آهنگی را که به لسان دری و پشتو و حتی هندی است ما اینجا میخوایم که بالای ارمونیا نشان بدم. البته تنها نوت های راگ یعنی ما سرش کار میکنم و نشان میدم، ما در قسمت ملودی آهنگ کار نداریم و البته ما نمیتونیم که تمام آهنگا را در این ویدیو بگنجانیم. مو یک تعداد بسیار متعددی است که امو آهنگا را ما در اینجا در می ویدیو درج کردیم و سرش کار میکنیم و حتی امو تعداد آهنگایی را که انتخاب کردیم حتی امو هم اگر در یک ویدیو ما را تهیه بکنیم شاید که برای شما بیننده‌های عزیز خسته کن شود و طولانی شود. از اون خاطر شاید که امی آهنگا را ما در چندین قسمت تقسیم بکنیم و در چندین ویدیو یعنی ایره تشکیل بدیم و در خدمت شما دوستای عزیز ایره ما ارائه کنیم. قسمت اولش آهنگایی هستند که تنها پور از خود نوت‌های راگ بهلوی جور شدن و ما قسمی که همیشه یادآوری کردیم که راگ ها خودشون یک فرمول هستن، فرمول نوت ها هستن، یعنی برای آدم نشان میتن که اینی نوت ها باید از این راگ استفاده شود بغیر از دیگه مشخصاتش که ما آل سر از او گپ نمیزنیم و ما در سر هر راگ مشخصاتش ما علایده صحبت کردیم و وقتی که آهنگ در موسیقی کلاسیک خوانده میشه ما باید است که از راگ ها یعنی از نوت های راگ باید خارج نشیم. اما وقتی که آهنگ کلاسیک نیستن، آهنگ پاپ است، جاز است و یا هر یک استایل دیگه از بغیر از آهنگ کلاسیک ما میتونیم که از راگ برایم، اما ما میتونیم یکی نوت از بیرون برایم، یکی نوت خارج از راگ استفاده کنیم، اما آهنگ یک لحظه بسیار کوتاه نوتای خارج از راگ استفاده میکنه ولی دوباره بالای امو لاین خود که امو راگ است لینش بالای امو راگ دوباره میه که ما ایره امروز میبینیم. در این ویدیو فقط آهنگایی را نشان میدیم که فقط خود نوت امیراگ ها از استفاده شده و کمپوزیشن جور شده و در قسمت دوم آهنگای راگ بهلوی ما نشان میدیم که چطور از کدام آهنگا کدام نوتا خارج است راگ بهلوی استفاده شده و چه قسم استفاده شده، بر چند لحظه که استفاده شده او رو میبینیم و باز میبینیم که چطور باز دوباره آهنگ خود در سر لاین اصلی خود که راگ بهلوی است دمو انداخته
و دوستای عزیز همچنان دمی دو ویدیو که اگر باز تشکیل شود ویدیو آیندهش هم شما میبینین که ما یک چیز مهم دیگر هم همچنان متوجه میشیم که بعضی از ماها فکر میکنیم که وقتی که ما مثلا از سی میخوانیم و یا از دی میخوانیم، از هر نوتی که ما شروع میکنیم اسکیل ما از مو آهنگ ما میخوانیم، آهنگ باید از شروع اسکیل جور شود، یعنی از سه کمپوزیشن از سه تشکیل شود که این یک ادعای غیر واقعی است. آهنگ میتونه که از شروع اسکیل کمپوزیشن شود و یا آهنگ ازش تشکیل شود و یا میتونه از نوت‌های دیگهش تشکیل شود که ما همچنان ایره میخواییم که دمی ویدیو و ویدیوی هفته آینده ایره متوجه شیم و سرزی کار کنیم. دوستای عزیز ما میریم شروع میکنیم. اول از آهنگای شروع میکنیم که اونا از شروع اسکیل یعنی از صد جور شدین، خوانده شدین، تشکیل شدین. باز همونطور میبینیم که کدام آهنگا مثلا از گه تشکیل شده، شروع شده، کدام آهنگا از ما شروع شده، کدامش از پا، کدامش از ده، یا همونطور مختلف میبینیم که ما متوجه شیم و دایی بفهمیم و ببینیم که آهنگ چطور میتونه که از شروع اسکیل خوانده نشه، جور نشه، کمپوزیشن میتونه که از هر نوت دیگه اسکیل همچنان تشکیل شه. بریم دوستای عزیز یک جای شروع میکنیم. خب دوستای عزیز ما اول گفتیم که ما اسکیل ما آنی سی ماینور اسکیل است. من یک دفعه راگ بهروی دوباره اسکیلش اینجا نشان میدم. سا ری گا ما پا دا نی سا سا نی دا پا ما گا ری سا. خب دوستای عزیز، اگر شما تالی رو متوجه نیستین لطفاً ویدیوهای اول دو و سه اینا رو حتما ببینید که برای شما موضوع بشه واضح شود. ببینید دوستای عزیز که یعنی ما از اینجا ای راگ بهروی ما فقط در مدل اکتیف یا مد سبتک نشان دادیم، اما اینا عین سبتک هستند. در اینجا هم عین چیز است، در این سبتک هم عین چیز است. یعنی اگر ما اینجا نشان بدیم راگ بهروی را اینا طرف ساری گاما پادانی سا سانی دا پا مگاری سا، یعنی اینا عین چیز هستند. ما وقتی که آهنگ میخوانیم متوجه باشیم که یعنی ما اگر اسکیل اینجا نشان دادیم، اگر ما از اسکیل میبرایم یعنی از این نوتا میبرایم، از این اکتیف اگر ما میبرایم در این اکتیف دیگه میریم، شما خطا نشین که پس تو اینجا نشان داده بودی حالا چرا اینجا رفتی. اینا هم عین چیز هستند، تکرار شدن، فقط اینجا فرکانسی صدای بلند است، اینجا صدای پخش است و اینجا مابین است. یعنی نوت ها چی در از این اکتیف باشه، چی در از این اکتیف، در هر کدام که باشه نوتای بهروی همون نوتایی هستن که تکرار شدن، فقط عین چیز هستن، فقط فرکانسی صدایشان بلند و پخش است که این همچنان ما باید که یعنی وار خطا نشیم، کنفیوز نشیم. خب آهنگ اولی که ما شروع میکنیم آهنگ خب احمد ظاهر عزیز چران عزیز است برای ما که ما نمیتونیم اصلا، ما خودم شخصا یعنی هیچ نمیشه، تقریبا هیچ ویدیویی نیست که یک آهنگ از رو نخواهیم که ما سرش کار بکنم. و ما شروع میکنیم از آهنگ بسیار زیبا احمد ظاهر. بزم تو بسهر گفتم استخاره کنم، بهار تو بشکنی رسد چه چاره کنم. لا 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 لا
آهنگ دیگه هم که همچنان از سر شروع میشه، کمپوزیشنش از اینجا شروع شده و جور شده است که عاشق شده ای دل غمهایت مبارک باد، زنجیر جنون ای دل در پایت مبارک باد. آهنگ دیگه که همچنان از سر شروع میشه و آهنگ محلی است. نازی به ناز در بمانم، نازی دلبر من، تو در خانم ما پشت در بمانم، نازی دلبر من. الهی خیر نبینی از جوانی، نازی دلبر من، و مانند دلم تنها بمانی، نازی دلبر من. نازی به ناز در بمانم، نازی دلبر من، تو در خانم پشت در بمانم، نازی دلبر من. خب دوستای عزیز، این کلش نموتر یک رقم خوانده میشن یا استایی و انتریش یک رقم است که شما میبینید بسیار نوت کم استفاده شده. می سر ریگه ما پا تا اینجا استفاده شده و می آهنگ جور شده. آهنگ زیبای پشتو. Ich will ja mine asidi wa naim ho chi khabar na pakaba na butkhana na butkhana jarm swazm stad mukhbana jarm swazm stad mukhbana antara ka passe zaya rasum khabarina jarm swazm stad mukhbana jarm swazm stad mukhbana ka passe zaya rasum khabarina dika kul pashauki deha khashana jarm swazm stad mukhbana jarm swazm stad mukhbana pura shajanana pura stadidandano sabab navedidanu rash janana minati putasatun raki rash janana minati putasatun raki rash janana pura shajanana
خمری نوی رش جنانم او رش جنانم او رست دیدندنو سبب نوی دیدنو نوی رش جنانم. دوستای عزیز، اینا شما دیدین خواندن‌های محلی است، بسیار کم از نوتا استفاده شده، مکمل هم استفاده نشده، اما ما میبینیم که امی در راگ بهلوی جو شده. دور از رخت سرای درد است خانه من، خورشید من کجایی؟ تنگ است خانه من، خورشید من کجایی؟ سرد است خانه من، سرد است خانه من. دیدم ز شادی از آسمان گذشتم، جانان من که گشتی دیگر ز جان گذشتم. آخر خودم گواهی من از جهان گذشتم، ای تو کنون سرای درد است خانه من، خورشید من کجایی؟ سرد است خانه من، خورشید من کجایی؟ سرد است خانه من، سرد است خانه من. خب آهنگی که مثلا از ما شروع میشه، او بسم الله جانم شوقی بسم الله جانم، شرم را وخلت چه میلیده سر از من. او بسم الله جانم، او بسم الله جانم شوقی بسم الله جانم، شرم را وخلت چه میلیده سر از من. او بسم الله جانم. همچنین آهنگ دیگه که از ما شروع میشه، سر پل مالا دختری دیدم قشنگ و زیبا، او را پسندیدم چشماش کلام بود راست میگی، ابروش کمان بود راست میگی، چه کنم وفا ندارم، نظری با ما نداره، نمیاره چه کنم وفا ندارم، نظری با ما نداره، نمیاره. ای دختر خوب خوبانه رات است، او دختر ماه تابانه رات است. سر پل مولا دختری دیدم قشنگ و زیبا، او را پسندیدم. خب آهنگ دیگه مثلا از پر شروع میشه، از اینجا بیا که بریم به مزار ملا محمد جان، سیل گل لاله زار و دلبر جان، سیل گل لاله زار و دلبر جان. بیا که بریم به مزار ملا محمد جان.
همچنان از پش شروع میشه. دل شدم آیلت یار، تو بگو چطور کنم، روز و شب ناله کنم زار، تو بگو چطور کنم. میروی خنده کنان مرا نادیده روان، نیکی هستی به سرم کار، تو بگو چطور کنم. دل شدم آیلت یار، تو بگو چطور کنم. خب آهنگی که مثلا از ده شروع شده این اینجا دل ز سودا یه دو چشمه تو به می خانه کند، لعل می گو به تو درگه میرزم لانه کند. دوستای عزیز، بسیار آهنگای دیگه هست که شما میتونین اون رو خودتان تمرین کنین که ما در اینجا نتونستیمش که او را تمامش تمرین کنیم و نشان بدیم. ما فقط به قسم نمونه نشان دادیم. شما میتونین آهنگای بسیار زیاده خودتان وقتی که رابطه‌ای بلد شدین و نوتایش و امو حسش بلد شدین، شما میتونین که بسیار آهنگاست که دو تمرینش کنین. مثلا ما چند آهنگ میگم که شما خودتان میتونین اینا رو تمرین کنین. مثلا الله شاپو جان مثلا دمی راق جور شده. مثلا آهنگ نازی جان به ناز در بمانم دمی راق جور شده، اون را میتونین که شما خودتان تمرین کنین. مثلا خواندن‌های شمالی دمی راق جور شده، شمالی لالزار باشه با ماچی، اینا را شما میتونین که تمرین کنین. خواندن خورشید من کجایی سرد از خانه من، شما این میتونین که دی تمرین کنین. مثلا آهنگ انوز در پختگی ها خام خامی، این میتونین که شما دی را تمرین کنین. آهنگ ای نام قمر ترانه من از احمد ظاهر عزیز، این شما میتونین که تمرین کنین. من آمدم وای وای من آمدم، که ایده شما میتونین همچنان. دیگه آهنگ دل ز سودای دو چشم تو با می خانه کند رقص، اینا رو میتونین. یعنی کاکل تو پریشه وقتی که زیبا کنی وقتی که کوتاه کنی زیبا میشه. این شما میتونین. بروید های عریفان بکشید یار ما را، عاشق شده ای دل غمهایت مبارک، ای شعله حزین ای عشق واپسین، ایم دمی راق جور شده. وقتی عاشق شوی راز دلت گفته نتانی. دوستای عزیز، این بود موضوع ویدیوی امروز ما. امیدوار هستم که یک ویدیوی مفید بوده باشه. لطفاً دوستای عزیز نظریات خود پذیر ویدیو بر ما درج بکنین، بر ما در میان بگذارین و اگر شما علاقمند همونطور یک ویدیوها هستین و تا حالا کانال سابسکرایب نکردین، لطفاً کانال سابسکرایب کنین و همچنان این برای دوستایتان شیر کنین، برای دیگران در میان بگذارین تا که
هم زیاد مردم بتونن که استفاده کنن، زیاد دوستای ما بتونن استفاده کنن و همچنان تا که کانال خودش بتونه رشد بکنه و ما تشویق شم که برای شما زیادتر وقت بگذرانم و با هم بشینیم و از یک دیگه خود چیزهای نو یاد بگیریم. تا هفته آینده و تا هفته های آینده ما شما رو به خداوند می سپارم و در هفته دیگه ویدیوی در خدمت شما میگذارم که او همچنان آهنگایی هستن که در راگ بهروی جور شدن ولی از راگ بهروی برآمدن، بعضی نوت‌های بیرون از راگ بهروی استفاده کردن که ما رو میبینیم که چطور ما وقتی که از یک راگ یک دو تا نوت خارج میشیم و ما با چطور میتونیم که پس دوباره دم لاین خود یا دمو راگ دوباره داخل شدیم. دوستای عزیز، با امید از اینکه هفته دیگه با شما عزیزا و دوستای بسیار خوبه با خود داشته باشم. همه شما را به خدای پاک می سپارم. بای بای.